یو بچه چطورید؟ خیلی 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 خوش اومد به این ویدیو دیگه با SES. خب بچه ها بعد از یه 2-3 ماهی 3-4 ماهی حالا هر چند روزی برایشون با یه ویدیو جدید، اما به یه اکانت بات سگی و اینکه چی بهتون بگم دیگه. اکانت قبلیم تو 3 تا ویدیو قبلیم میتونیم بریم ببینیم. یه اکانتی داشتن که خوب بود دیگه، حالا بد نبود دیگه، به چخ رفت. حالا سعی میکنم تو چند وقتی دیگه یه اکانتی یه پولی دست و پا کنیم، به جور کنیم و یه اکانتی بخریم و واسه شما ویدیو بذاریم. همونطور که از تایمل و تایتل فهمیدید، میخوام امروز یه سنسیویتی بهتون معرفی کنم. یه سنسیویتی گاد. رفیقام اینا حالا تستش کردم، من خودم هنوز تستش نکردم. رفیقام مثلا فرستاد گفت که خیلی خوبه، تستش کردم. گفت واسه گانای SMG خوبه. گفت مثلا دورزنی خیلی خوب نیست، بس که بفهم به خود طرفدار دیالا. خودم یه دست اومدم تستش کردم، رفتم بتل دست زدیم، یه مچ زدیم، خوب میخورد، واقعا خوب میخورد. حالا درست نکنم ریده، ولی وایسین ببینید. حالا ازتون ارزشی کم نمیشه، یه لایک کنید این ویدیو، چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید که حسابتون نپره. این کار 10 ثانیه بیشتر ازتون وقت نمیگیره، اما به من خیلی انرژی میده. عشق منید. بزن بریم بزن بهتون معرفی کنم. خب این سنسیویتی که بهتون گفتم معرفی کنم، این سنسه. حالا میخونم واسهتون، اگه میخواد جایی یادداشت کنید، حالا میخواد هر کاری کنید اینجوری بهتر بفهمید. حالا ویدیو کم کیفیت بود. 163 اولی، دومی 92، سومی 124، چهارمی 200، پنجمی 116، ششمی هم 142. حالا چی بهتون بگم؟ دومی ردوت چی؟ حالا من ریده انگلیسی اونو جوری که من رفیقم مثلا بهم گفت یا خودم هم تست کردم، رو 92 بذاری خوبه، اما میتونید مثلا رو 97-8 هم بذارین خوب میخوره. یعنی رفیقم گفت اونجا هم بذارین خوبه. دومی حالا بین 90 تا 100 بذارین دیگه، حالا هر رو دلتون میخواد بذارین دیگه، اینجوری بهتون بگم دیگه. خب بس بزن بریم ادامه ویدیو. ولی چی اینم بهتون بگم، من این سنسیویتی حالا واسهتون تست میکنم اگه وقت شد، چون الان میخوام یه ذریعه تنظیماتم واسهتون الان توضیح بدم که دکمنتری تو اینا چند باشه، خوب میخوره. دکمنتریش اینا میخوام الان اسمش چیه تنظیم کنم که شما ببینید که تنظیمشو حالا بلدین میشه همتون. میخوام الان تنظیم کنم. خب دکمنتریش ترجیحاً تو 50 باشه، خیلی بهتره. ترجیحاً رو 50 بذارین خیلی بهتره. و این هم دکمنتریش که نگاه کنم ویدیو چند دقیقه شد. خب وقت داریم، میریم یه دست ترنینگ تستش هم میکنیم. خب بریم مثلا تست میکنم که خیالتون راحت بشه. بچه‌ها الان چک کنید، همین الان نگاه کنید لایکتون پریده، چون یوتیوب میپرونه لایک رو. حالا ما ریده چنل چیزی نیست، ولی واسم مهمه. خب حالا گفته بود تو SMG خوب میخوره و خودم هم تست کردم، خوب خورد. 2 تا SMG میگیریم. نه بچه‌ها اینم تو پرانتز داشته باشیم، هیچ سنسیویتی نیست که فول قرمز بخوره. هیچ سنسیویتی نیست، حالا گیر کرد، هیچ سنسیویتی نیست که فول قرمز بخوره. و گیرم داره مثلا سنسیویتی هست که الان من میخواد رو پا بذارم، یا رو پا میذاری سخت میاد بالا، مثلا رو پا گیر کنه تو باید ول کنی بعد هم بیاری بالا. حالا الان داره وست میزنم، خودم داره این کار میکنم. و اینکه اونایی که بعضی داره میان به اسم سنسیویتی چی تو اینا رو میفروشن، هیچ سنسیویتی نیست فول قرمز بخوره، 100% نیست. یعنی مثلا MP خوب میخوره، حالا MP مسکین هم نداره، مثلا MP تون اگه 2 دقت باشه 2 روز باشه که گیر میده.
نکن یونپی. حالا من یکم خوب نمیتونم بزنم، من یونپی خوب نمیتونم، کسی نداره بزنم. من یونپی نکن. حالا نگه داشتم یا نگه کنی واقعا داره خوب میخوره. این سنسیتی اینجوری بخوره خیلی خوبه. نه الان دیگه چی بود اسم تعریف کردیم ازش وجود داریم. نگه کنی الان نگه یک کمی نیست میده. حالا میگم هر سنسیتیویتی باید تمرین کنین تا به دستتون بیاد. دقیقا دیگه توی ام پی یکم میس میده ولی توی ام پی میس نمیده. توی ام پی میس نمیده اصلا توی ام پی میس نمیده. مثلا میس میده. حالا امتحان کنیم مثلا یا کنم میس میده این اصلا فکر زدن نماشه این وری بکشم مثلا فشاریه فشار خیلی میدن. اصلا اگه وقتی فشارم میخوای خیلی خوبه. نگاه کن نمیده کن فشار میدم دیگه. نگاه کن میس نمیده. یه کمی هم بکشیم بالا هی بخوره. نگاه کنی حالا یه جورزن هم اینجا تست کنیم. بچه الان من وقت نمیشه برم تو اینجایی که متحرکن چی میگن برم داخل این مواردی که چیز میکنم. الان برم طول میکشه دیگه. همینجا تست میکنم واسه خودتونم بدین تست کنید. اگه تست کردن ضرر نمیکنید. خب بگیر دیگه. خب ای خدا ریدم بابا من تا گام بگیرم شب میشه. خب بریم. دورزن گفت خوب نمیخوره. حالا یه امتحان میکنیم دیگه. نه دورزن واقعا خوب نمیخوره. این سنس میخوره کی گفته نمیخوره. دورزن بهتر از SMG میخوره. کی گفته دورزن نمیخوره؟ اون رفیقم گفت. من نمیدونم. من اطلاعی ندارم. ای من چرا رفتم این داخل؟ بیا برو ببر منو بیرون. نه واقعا دورزن خوب میخوره کاری ندارم. نگاه کن الان چند تا ایسی شد زدم واسهتون دیگه. من اول ویدیو گفتم واسه SMG الان اسلاش میکنم. حالا اینجا نگه نداریم اینجوری مثلا تعریفش کنیم. مثلا پارافال اینا کلا خودم خوب میزنم. مثلا ایسی مثلا اینا خوب میزنم. الان مثلا شاید فکر نمیدونم شاید مثلا نتونم بزنم. بود اولا یکم میتونم بزنم. نه مثلا ایسی اینا یکم میس میداد. این یکم میس میده. نکن یکم میس میده. دورزن یکم میس ولی سنس خوبیه. واقعا سنس خوبیه. الان سنس بازم میگم سنسی نیست که کلا فول قرمز بخوره. خب بچه‌ها تا همینجا بسته دیگه تستش. حالا یه دلول هم واسهتون تست کنم زیاد نشده وقتی ویدیو. حالا اینم یه دلول اینم یه ده جایی بدنم سریع بگیریم سریع. اینو من حالا نمیتونم دلول خودم. بچه واقعا سنس خوبیه. بچه حتما تستش کنید. نه الان نگاه کن من خودم دلول اینا خوب نمیزنم واقعا. ولی همین که میخوره ای ریدم من توی گوشی. خب بچه واقعا سنس خوبی کار ندارم. حالا تستش کنید شاید شما بتونید بهتر باش بزنید. میگم یاد به تمرین داره. مثلا قلقش باید بگیری. مثلا باید از چپ بکشی کله، از راست بکشی، از پایین بکشی، از بالا بیاری پایین. یه قلقه دیگه. بچه عشق منید. بازم داره میگم لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. ماچ به کلتون.